سلام به همه دوستان عزیز. امروز می‌خواهیم در مورد یکی از گیاهان دارویی محبوب و مفید به نام گل ختمی صحبت کنیم. این گیاه با خواص درمانی بیشماری که دارد، می‌تواند به بهبود سلامت بدن کمک کند. قبل از اینکه وارد جزئیات شویم، باید بگویم که این مطالب توسط هوش مصنوعی عطاری صوفیان تهیه شده و امیدوارم از مطالبی که ارائه می شود لذت ببرید. گل ختمی گیاهی است که به طور معمول در مناطق گرم و معتدل رشد می کند و به خاطر گلهای زیبای خود شناخته شده است. این گیاه نه تنها به عنوان یک گیاه زینتی در باغها و فضاهای سبز کاشته می شود، بلکه در طب سنتی نیز برای درمان بسیاری از بیماری‌ها استفاده می شود. گل ختمی با خواص ضد التهابی، ضد عفونی کننده و تسکین دهنده‌ای که دارد، می تواند به درمان مشکلات مختلف کمک کند. یکی از خواص برجسته گل ختمی خاصیت ضد التهابی آن است. این گیاه می تواند در کاهش التهاب‌های مزمن مانند آرتریت و التهاب‌های گوارشی مؤثر باشد. مصرف دمنوش گل ختمی می تواند به تسکین دردهای مفصلی و کاهش تورم در بدن کمک کند. این گیاه با کاهش التهاب، به ویژه در افراد مبتلا به بیماری‌های التهابی مزمن، می تواند به بهبود وضعیت جسمانی آنها کمک کند. گل ختمی همچنین خاصیت ضد عفونی کننده دارد و می تواند به درمان عفونت‌های دستگاه تنفسی کمک کند. این گیاه به ویژه برای افرادی که از سرفه‌های مزمن، گلودرد یا مشکلات تنفسی رنج میبرند مفید است. دمنوش گل ختمی میتواند به تسکین سرفه و التهاب‌های گلو کمک کند و به عنوان یک درمان طبیعی برای عفونت‌های دستگاه تنفسی عمل کند. علاوه بر این، گل ختمی به عنوان یک گیاه آرام بخش نیز شناخته شده است. مصرف دمنوش گل ختمی می تواند به کاهش استرس و اضطراب کمک کند و به بهبود کیفیت خواب افراد کمک کند. این گیاه با خاصیت آرام بخش خود می تواند به ویژه در افرادی که دچار بیخوابی یا مشکلات روانی هستند مفید باشد. یکی دیگر از خواص گل ختمی تقویت سیستم ایمنی بدن است. این گیاه می تواند به طور طبیعی به تقویت سیستم ایمنی کمک کند و بدن را در برابر عفونت‌ها و بیماری‌ها محافظت کند. مصرف گل ختمی به عنوان یک مکمل طبیعی می تواند به پیشگیری از بیماری‌های مختلف کمک کند و سلامت عمومی بدن را بهبود بخشد. در مورد طرز مصرف گل ختمی، این گیاه به روش‌های مختلفی قابل مصرف است. یکی از رایج‌ترین روش‌ها تهیه دمنوش گل ختمی است. برای تهیه دمنوش کافی است چند گل خشک شده یا پودر گل ختمی را در آبجوش بریزید و اجازه دهید 5 تا 10 دقیقه دم بکشد. سپس آن را صاف کرده و مصرف کنید. این دمنوش برای تسکین گلودرد، سرفه و التهاب بسیار مفید است. پودر گل ختمی نیز به عنوان ادویه در آشپزی استفاده می شود. این پودر می تواند به غذاها طعمی خاص بدهد و علاوه بر طعم‌دهی خواص درمانی نیز دارد. همچنین می توانید پودر گل ختمی را با عسل مخلوط کرده و مصرف کنید که این ترکیب به تقویت سیستم ایمنی و کاهش التهاب کمک می کند. گل ختمی در بازار به صورت مکمل‌های غذایی نیز عرضه می شود. این مکمل‌ها به صورت کپسول یا قرص موجود هستند و می توانند به راحتی مصرف شوند. مصرف این مکمل‌ها می تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن، کاهش التهاب و بهبود عملکرد دستگاه تنفسی کمک کند. با این حال، باید توجه داشت که مصرف گل ختمی باید با احتیاط انجام شود. در برخی افراد، مصرف بیش از حد گل ختمی می تواند منجر به مشکلات گوارشی مانند تهوع یا درد معده شود. بنابراین توصیه می شود که از مصرف زیاد آن خودداری کنید. همچنین در برخی افراد ممکن است حساسیت به گل ختمی ایجاد شود که می تواند منجر به بروز علائمی مانند خارش یا قرمزی پوست شود. در صورت مشاهده این علائم، مصرف آن را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید. گل ختمی ممکن است با برخی داروها تداخل داشته باشد. بنابراین افرادی که داروهای خاصی مصرف می کنند، باید قبل از مصرف گل ختمی با پزشک خود مشورت کنند. همچنین مصرف این گیاه در دوران بارداری و شیردهی باید با احتیاط انجام شود. بهتر است قبل از مصرف این گیاه در این دورانها با پزشک خود مشورت کنید.
در نهایت، گلختمی یک گیاه دارویی با خواص درمانی بسیار مفید است. این گیاه می‌تواند به بهبود سلامت، گوارش، تقویت سیستم ایمنی، کاهش التهاب و درد و بهبود عملکرد دستگاه تنفسی کمک کند. مصرف آن به روش‌های مختلفی مانند دمنوش، پودر یا مکمله ها امکان پذیر است. با این حال باید توجه داشت که مصرف بیش از حد آن می‌تواند عوارضی به همراه داشته باشد. بنابراین بهتر است از مصرف آن به میزان متعادل استفاده کنید. امیدوارم این توضیحات برای شما مفید بوده باشد. اگر سوالی در مورد گل ختمی دارید یا تجربه ای از استفاده از این گیاه داشته اید، خوشحال می‌شویم که برای ما کامنت کنید. اگر به اطلاعات بیشتری نیاز داشتید، می توانید به وبسایت ما با جستجو کردن عطاری صوفیان در گوگل دسترسی پیدا کنید و خوشحال می‌شویم در هر صفحه مجازی که ما را می‌بینید، ما را دنبال کنید.